آدم کوتاه میکنه. کوتاه کردم. وای کوتاه کردم. هلو، اینجا زاراس کورنر. من میخوام موهامو کوتاه کنم و نمیدونم واقعا بعد الان از کجا شروع کنم. از شلوارم که برعکس پوشیدم از دیشب تا الان و عوضش نکردم، درستش نکردم، یا این که تصمیم گرفتم موهامو کوتاه کنم. نمیدونم. مدل موها هستش توی پینترست دیدم، خیلی وقت دیدم و توی موهاتو میاری جلو و بعد کوتاه میکنی، ولف کات میشه. خواستم فقط این خورگی کنم موهامو، ولی نمیدونم چرا تصمیم گرفتم موهامو کوتاه کنم و خدا به دادم برسه. با من همراه باشید. این کاتم بوم نقاش رو بعد زود ویدئو بگیرم. مرحله اول من موهامو شروع کنم. واقعا نمیدونم چیکار میکنم، یعنی فقط خودم میتونم به داد خودم برسم. موهام خیلی ریزش داره. موهام یا خدا خیلی موهام فقط اینجا رو ببین، خیلیه. موهام کوتاه نکنه، ولی موهام نیاز داره واقعا جون بگیره و دیگه به نظرم از چیز گذشته. موهای گیری و یکم کوتاه کنم دیگه، هم تنوع میشم، یکم جون میگیره و آی خب بعد چتری من باید یه سر و سامونی بدم. نمیدونم چتری امشب سر و سامون بدم چون شبه. خب 7:30 نمیدونم تو ساعت نگاه نکردم. سرم خیلی درد میکنه. ویدیو رو میخوام ادیت کنم و فردا براتون بذارم، ولی خب این رو در نظر داشته باشین که ویدیوهای زیادی در راهه، ویدیوهایی که همه برای پارساله، خیلی برشون تایم گذاشتم. ویدیو خاصی نیست، همین حالا بکن براتون میذارم. بعد ویدیو دیدم ببینم. باورتون نمیشه اگه بگم الان شما روی چه چیزی هستین. یعنی اوکی بگذاریم و خلاصه کنیم ببینیم میخوایم چیکار کنیم. یه مدلی که با یه حرکت میزنه، بعد موهامونو از اینجا به بعد دیگه من نداریم، یعنی من شما ندارم، شما من دارم. بعد موهامونو من اینطوری میشینم، موهام تنم خیلی سخت. بعد سرپا انجام میدم. آی 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 درد. نمیدونم شما دارین چی میبینید. خیلی موهاشون رو خیس میکنن، ولی من چون الان سخت بود موهامو خیس کنم نکردم این کارو. من چطور خواهم ازت میکنم پشت تو هم برای خودم آینه گذاشته بودم که راحت این کارو بکنم و هی داشتم از توی خود ویدیو نگاه میکردم. خب همیشه خود جمع کردم موهام چه بیش از 10 سال پیش که نمیدونم یه چند سال پیش بود موهام آخرین بار بلند بود، چه تو این چند سال اخیری که بلند کردم. آی چقدر سخته. آی 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 دیگه نمیتونم یه دونه دیگه. خب این شکلیه. خب الان سفت بستمش دیگه. آها خیلی موهام کوتاه میشه. امکان اینجا فکر کنم آره دیگه دقیقا اینجا اینم میبسته. یه لحظه من الان با شلوار برعکس
از این کش ریزا آوردم ببندم. اینقدر کوتاه نمی کنم. من سالها موهام کوتاه بود. نمیدونم چرا الان میخوام کوتاه کنم یه جوریمه. نه اینکه اصلا بگم وای دلم میریزه، نه این کاری که این همه تلاش کردم بلندش کنم. خب لحظه جادویی کوتاه کردن. خب نمی کنیم، من موهام تا اینجا چیزه دارم کوتاه میکنم. دارم کوتاه میکنم. کوتاه کردم. وای کوتاه کردم. اینقدر موهامو کوتاه کردم باورم نمیشه. خیلیه. موهامو کوتاه کردم. اوکی حالا تو که با موی کوتاه مشکلی نداری. خب اینو بس اینطوری بعد دارم چیکار میکنم نمیدونم، ولی باز باید یه حالت مخورگیری رو بعد من انجام بدم. نمیدونم بازش کنم دیگه، یعنی اینو فعلا باز کنم. اوکی کج و لوچه. خدا. خب من اینو چیکار میکنم واقعا نمیدونم. این برای آنباکسینگ. دین دی دین دی دین دی دین. فکر نکنم اون چیزی که میخواستم شده باشه، فقط یکم بال شد. ولی خب اگه میخوام ولف کاتی بشه باید 2 مرحله دیگه من موهامو چیز کنم که این تیکه هاش اینجوری کوتاه بشه. خب سایه در خودم نگاه کنم تو آینه. گوشیم داره زنگ میخوره. خلاصه که آره، ولی فکر میکنم برای شروع همین کافیه. فعلا با همین من سر کنم، بعد مثلا دفعه دیگه یا ماه دیگه 3 مرحله دیگه رو برم. میبینی؟ فکر کنم یه انداز از زیاد مثلا باش بر نرم. نظرتونه؟ مثلا اینو طوری یه من نمیتونم این اینا مثلا برم الان نمیدونم فلان بکشم بسار بکشم بیام اینطوری کنم. همین رو پذیرا باشید. نمیدونم. نگاه کنید اینقدر موهامو کوتاه کردم. خیلیه. دیدی اینه شما این رو بودی. این کتل اینم پشت شما بود. امکانات در حد بوندسلیگا. برای یه کمی هم موخوره گیری یه ذره موهامو پیچوندم، یکم این تهاشو یه کوچولو خیلی نه کنم شب چشام نمیبینی موخوره هاشو یا خدا. آره نمیدونم موخوره پیدا بکنم چجوری هیچی. البته میدونم دارم یه ذره چرت و پرت میگم، ولی خب این تیکایی که خیلی کوتاه شد در حد خوبی چیزاش موخوره هاش بازه این کوتاه میگیری موهاتو اینطوری میزنی یه سری موخوره که بیرونه گرفته میشه. من حوصله ندارم الان راستش. بعد به نظرم فعلا حالا برم حموم ببینم این موهام یه چند روز چطوری میشه، بعد در ادامه
چون بالا پایینیش فرق میکنه که حس نیست، مطمئنم واقعی. شما میدونید اینا چقدر شبیه؟ کنم این تیکه الان اینطوری، یعنی مثلا اینجا یه تیکه هست، من احساس میکنم اینا این انگار اضافه است. الان یهو یادم آمد من بالاخره بعد از 1 سال پری شب The Conjuring 4 رو دیدم. چرا اصلا ترسناک نبود؟ چرا هیچ چیزی نداشت؟ این وسط اون یادم افتاد، ولی فکر کنم اندازن یکی هن. یه حالت مکن یه نیم دایره‌ای داره. برم چتری من میگم مرتب کنم. موامو جمع کردم. کلن برای چتری من همیشه مدل‌های مختلف می‌دارم. جدیدن این کارو میکنم که وسط یه تیکه برمی‌دارم مثلث کوچولو، بعد اینو کوتاه میکنم، دید ندارم نمیبینم، میرم اونجا توی آینه همون همیشه جلوی اینطوری نمیتونم، اینو یه کوچولو اینطوری کوتاه میکنم، بعد چشام درد گرفت، بعد اینطوری تیکه تیکه اینا رو اینطوری میگیرم نگه میدارم، اینطوری پرده‌ای کوتاه میکنم. آره خب من یکم مرتبش کردم، ولی یه کاری که همیشه مخصوصا این وسط رو انجام میدم اینه که این تیکه رو میگیرم اینطوری صاف میکنم، خب به بالا، بعد اینو اینطوری صاف به سمت بالا کوتاه میکنم. این باعث میشه که از اون بالا یه حالت خورد میشه، حواسم نبود تو ویدیو هستم یا نه، و یکم با نمکتر میمونه. کلمو کندم امشب، همش ناخنو میکردم تو مغزم. چقدر بلنده کامی برای بد گرفتم، خراب شد. داشت میرفت تو چشم، از باید حوصله ندارم. خب تمام زندگی موری شد. فردا اونجا شب نمیشه، شبه. واقعا چرا من اینو یه ذره بالاتر نمیدونم، همین ویدیومو همیشه همینطوری میگیرم. خب اینم بود از موهای ما که کوتاه کردیم. همینطوری مو میاد، اینطوری میبینیم یا نه، همینطوری مو میاد. این در دوباره چرا مو اومد نمیدونم. و یعنی شد موهای من. تا یک ویدیوی کوتاهی مو دیگه، بدرود. بچه ها رفتم همون و این موام شد. ولف کات نشد ولی لایر فرم شد، ولی خب خوبه اینه. تا بعد شاید ولف کاتش کردم، خیلی همینم خوبه.